کسی که موتر شخصی دارد سریزی قربانی واجب هست یا خیر؟ این موضوعات بسیار پیش می آید. خوبی است که ما اصل مسئله را یاد کنیم که تمام فروعات و مسائل سرش حل شود. سرکی قربانی واجب هست، سرکی نیست. این را به یاد داشته باشین. قربانی سر کس واجب هست که صاحب نصاب باشه. صاحب نصاب یعنی چی؟ ما چند قسم نصاب داریم. یکی نصاب نقراست، دوم نصاب طلاست، نصاب بز و گوسفند و نصاب پول نقد و بسیار چیزایی هستی، سرمایه هایی که چقدر هست. خدا قربانی کسی که صاحب نصاب باشه، به طور مثال 52.5 توله نقره داشته باشه کس. چقدر؟ 52.5 توله نقره. سر از این شخص قربانی واجب هست. یا یک کس طلا داره، نصاب طلاست 85 گرم. یا یک کس پول نقد داره، حساب شوه ای پول نقد ازی اگر به 52.5 توله نقره می رسید، سر از این شخص قربانی واجب هست. حال ببین بعضی مسائل فروعات داره که ای جامعه ما در قصهش هم نیست و خودم خبر نمی کنم. نصاب نقره و طلا را برتان گفتم. حال یک نفر نه طلا داره و نه نقره، پول نقد داره. چقدر پول نقد داشته باشه که قربانی سرش واجب شوه؟ پول نقد که به اندازه 52.5 توله نقره باشه. اگر حساب شود تخمینی یقینی گفته نمیتونم، تخمینی 35 الی 40 هزار افغانی. 35 الی 40 هزار افغانی این نصاب پول نقد است به حساب نقره، 52.5 توله نقره. یعنی یک کسی که به اندازه 40,000 افغانی داشته باشد، این باید قربانی بکنه. قربانی سرش واجب هست. اگر قربانی نکرد گردنش بسته است. چرا واجب است؟ ترک واجب خو فسق است، گناه است. نباید این را ترک بکنه، ضرور باید قربانی بکنه. یک مسئله دیگه که هم مهم هست. بعض مردم فکر میکنن نو پیسه در دست ما آمده تا حال سال سرش تیر نشده. نه، این را بفهمیم که یکی نصاب زکات هست، یکی نصاب به خاطر قربانی هست. نصاب قربانی مثل نصاب سرسایه و فطر روزه هست. نصاب زکات دوجه حولان حول ضرور هست. به این معنی که پول به دستت آمد، زکات دی پول زمان فرض میشه که 1 سال سرش تیر شوه. اما فطر روزه، سرسایه و قربانی برای ازی ضرور نیست که سر ازی پول و سرمایه تو 1 سال چی شوه؟ 1 سال تیر شوه. خدا کنه که 1 روز پیش از عید قربان پیسه به دستت آمد، سبا باید قربانی بکنی. یک مسئله دیگه هم یاد داشته باشید. اکثر ای زنا و سیاسرا طلا دارن، اکثریتش دارن. در خانه میگن برو شوهرش قربانی میکنه گردن ازی باز میشه. نه خیر، او سرمایه مستقل زن است. طلا یا پول نقد هر چیزی که داره تا 40,000 افغانی، این سرمایه مستقل ازی زن هست. با قربانی کردن شوهر، با قربانی پدر، با قربانی بچه، گردن مادر خلاص نمیشه، گردن ازی زن خلاص نمیشه. چرا؟ او سرمایه مستقل داره. این زن باید مستقل قربانی بکنه، اگر نکنه گردنش بسته است. این مسئله ما انداختم در گردن شما. ما گردن خود خلاص کردم، دیگه شما میفهمین که در فامیل خود میگین یا نمیگین. ما برای شما رساندم. سر زن زمانی که طلا داشته باشد، نصاب داشته باشد، پول داشته باشد که قیمت یزو تا 40,000 افغانی یعنی به نصاب نقره می رسید، سر یزو مستقل قربانی واجب هست. با قربانی شوهر گردن یزو خلاص نمیشه. این شکل چند برادرها هستند در یک خانه مشترک. با قربانی یک برادر گردن دیگر خلاص نمیشه.
بسنجن. این مال مشترک و سرمایه مشترکی که در میان خود دارن ایره تقسیم بکنن سر برادرها. اگر به هر برادر به اندازه از این نصاب پول می رسید 40,000 افغانی یا 50,000، پس به هر کدامش قربانی واجب است. و اگر پول و سرمایه کم باشه یکی تقسیم بکنن به حساب نصاب به هر کدامش نمیرسه، در این صورت بعضی یک قربانی هم و مشکلشان حل میشه. خو اما تا زمانی که سرمایه اگر زیاد باشه و اگر تقسیم شوه به همهشان به اندازه نصاب میرسید، قربانی به هر کدامشان واجب هست. خوب، از ضروریات اضافه، این نصاب چقدر؟ 40,000 افغانی از ضروریات اضافه، یا یگان اسبابی است که از ضروریات اضافه هست. دیگهای کلان شد، موتر دوم شد، یا خانه تجارتی شد، یا یگان گپای دیگه. ضروریت اصلی هر آن چیزی است که اگر نداشتی رسوا میشی. او چی میگن؟ ضرورت اصلی، ضروری باید داشته باشی. اضافه از او اگر 40,000 یا این نصاب داشته باشی، سر تو چی لازم است؟ سر تو قربانی واجب است، باید قربانی بکنی. اگر نکردی گردنت بسته است. آیا با حیوان وحشی قربانی میشه یا نه؟ این هم باید بفهمیم که تعیین این حیوانات با ما از طرف شریعت شده. این از جان خود ما تعیین کرده نمیتانیم. یا شتر باشه یا گاو باشه، گوسالم در قطاری از اون میره، گوسفند یا بز. سری از این حیوانات قربانی میشه. یگان مردم بیعقل هستن، یگان فتوا دادن غیر مقلدین وهابیا میگه سر مرغم قربانی میشه. این تو اگه باشه خب ما هر روز قربانی میکنیم. نه، سر مرغ قربانی نمیشه. یا شتر باشه یا گاو باشه یا گوسفند و یا هم بز. سر حیوانات وحشی قربانی نمیشه. سر حیوانات وحشی قربانی درست نه، سر از قربانی نمیشه. سودخور سره په قربانی کې شریکېدل څنګه دي؟ سودخور سره قربانی کې کڅوک شریک شي، سودخور وي، غل وي، رشوتخور وي، تا نور هر بلا چی وي، نفس قربانی به اوشي، خو احتیاط په دې کې دی چې غلط خلکو سره شریک نشي، ځکه ثواب به بیان لري. دا کار د ثواب د پاره کوم. نو داسې یو متل دی و هندو ستړی خدای ناراض. نو سودخور سره اگر چې مسلمان دی په ګناه کبیره سره سړی کافر کیږي نه، قربانی به وشي، غاړه به اخلاص شي. لکه یو چا ویل چې کالی دی بې نمازې مونځ نه کوي، ما خو وشو صحیح شو کنه، هغه بیله خبره ده. خو اما ثواب د پاره که یو څوک کار کوي د آخرت فکر لري، نو سودخور سره په قربانی کې شریکېدل نه دی پکار. صحیح خلک لټول پکار دی، هغوی سره باید قربانی کې شریک شي. برای بچه های نابالغ قربانی درست است یا خیر؟ بله، یک نفر سرمایه دار یک گاو، دو گاو، سه گاو میگیره، اما اولادای صغیره خوردم در قربانی شامل میکنه. بالکل جایز است، نفل است، ثواب است، هیچ مشکلی نداره. و بچه نابالغ هم درست است. اگر گوسفند په اجماع باشد قربانی میشه، یعنی در گوسفند و بز متوجه باشیم که 1 سال ضرور است. شتر 5 ساله باشد، گاو گوساله از 2 ساله کم نباشد. 1 روزم اگر از 2 سال کم بود قربانی سرش نمیشه. گوسفند و بز باید 1 ساله باشند. اما گوسفند اگر اینقدر کلان باشه، جاندار باشه که 6 ماهه و 7 ماهه به شکل 1 ساله معلوم میشد، سر از هم قربانی درست هست. د کوم ساروی چې غاښونه نه لري قربانی په څنګه ده؟ که مکمل غاښونه د خولې نه وي قربانی پې نه کیږي، او که ډېر غاښونه وي او لږ غاښونه نه وي وتلي وي، په هغې باندې قربانی کیږي، هغه مشکل نه لري. نیت قربانی چی رقم بکند؟ کسی که قربانی میکنه چی رقم نیت داشته باشد؟ نیت قربانی همیست که ما امر الله را بجای میارم، به خاطر اظهار خوشحالی و شکرانگی قربانی میکنم، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنم و یادگار حضرت ابراهیم علیه السلام چی میکنم؟ زنده میکنم. این نیت قربانی هست، دیگه کدام نیت خاص نداره.
کسی که قربانی سرش واجب نیست و قربانی بکنه درست است یعنی هیچ مشکلی نداره. او را میگه قربانی نفلی. به طور مثال ما نفل میخوانیم، سر ما فرض واجب نیست خو میخوانیم. به طور مثال ما رمضان تیر شده، حال یک کس روزه میگیره، سرش فرض واجب نیست خو روزه میگیره، ثواب داره. این شکل قربانی هم کسی که سرش واجب و فرض نباشه باز هم شوق ثواب داره، ای قربانیش میشه، بلکه اجر و ثواب زیاد داره. ای شوق و ولوله و ای فکر و احساس دینی داره، قربانیش میشه. وکالت در قربانی درست است یا خیر؟ وکالت بالکل درست است. از خارج ای گپا در وطن ما شما زیاد هست، خصوصا در ای ایام که از خارج یک کس در جرمنی است، فرانسه است، امریکا است، در هندوستان است، از اوجا پول روان میکنه که به خاطر ما موجه قربانی بگیرین که باز گوشتش به غریبا و به مساکین داده شوه یا خیرش در اینجا برسه. این وکالت درست هست، این وکالت درست است. حالی که یک مسئله دیگه که با وقتی از اینجا ذبح شوه یا با وقتی از او اگر زندگی باقی بود انشاءالله ای را در کدام وقت دیگه انشاءالله بیان خواد کردم. مړو پس قربانی څنګه ده؟ پشت مرده قربانی یکی از مسائل اختلافی است، یک ذره پیچیدگی داره، باید به این متوجه شویم. این را همه ما میفهمیم که قربانی یا نماز، روزه، زکات، عمره، حج، خیرات، صدقات، دعا، همه با همه از خاطر کی هست؟ جواب بشوق بدن از خاطر کیست؟ الله. از خاطر بنده خو نیست. نه، این تمام اعمال عبادت ما از خاطر خداست. خو اما یک عقیده داریم که اعمال نیک، ثواب اعمال نیک را به دیگران بخشیدن. عقیده اهل سنت والجماعت ای هست که یک مسلمان میتوانا عمل نیک خود را به خاطر الله انجام داده، ثواب از او را به خاطر یک مرده یا به خاطر یک زنده ببخشه، هیچ مشکلی نداره. شرح العقاید کتاب مشهور عقیده ما و شماست. و نوشته میکنه و فی دعای الاحیاء للاموات و صدقتهم عنهم نفع لهم. یک زنده پشت مرده صدقه و خیرات و دعا هر چیزی که میکند اعمال نیک ای به مرده ها میرسد. این عقیده ما و شماست، عقیده اهل سنت والجماعت. از رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نفر پرسان میکنه، صحابی میں یا رسول اللہ ان امی افتتلت، مادر ما وفات کرده به یک مرگ ناگهانی، فانها لو تکلمت تصدقت، اگر وقت و فرصت گپ زدن برش میسر میشد یک چیز توصیه به صدقه میکرد، یک چیز صدقه میداد، خود ناگهان مرد. فهل لها من اجر ان تصدقت عنها، اگر مالی از پشتش خیرات بکنم برش میرسه؟ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم برش میگه نعم، بله میرسه. مصنف ابن ابی شیبه، بخاری این روایت، این عقیده اهل سنت والجماعت است که میرسه. حال میم سر مسئله قربانی، یک نفر به خودم قربانی میکنه، یک حصه یا یک گوسفند یا یک بز یا یک گاو یک شتر را به خاطر مرده خود، پدرش است، مادرش است، بابا کلان، هر کسی که هست پشتی از هم قربانی میکنه، بالکل جایز، ثواب بر یزو میرسه. این مذهب ما و شماست، از خود رسول الله مبارکم ثابت است. در حدیث میں سنن الکبرى رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هر سال اذا اراد ان یضحی، زمان که اراده قربانی میکرد، اشترا کبشین، دو گوسفند میگرفت، املحین، اقرنین، سمینین، عظیمین. این صفات از گوسفند کلان کلان ما شما میفهمیم امو ارزان ترشه. رسول الله مبارک کلان کلان گوسفندا را میگرفت، دو تا، یکش از طرف خود ذبح میکرد، دومش از طرف تمام امتی که در حق پروردگار شهادت وحدانیت و در حق رسول الله مبارک شهادت رسالت دادن، یعنی مسلمان بودن، در حق از امت ای قربانی دوم ذبح میکرد. حال در اون زمانی که رسول الله مبارک پشت امت خود قربانی ذبح میکنه، بسیار صحابه فوت کردن، بسیار تا حال پیدا نشدن، تا روز قیامت پیدا شدن می آید. در حق همه امت کی قربانی کرده؟ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. اره تو میگی پشت مرده قربانی ناروا، این قربانی رسول الله مبارک چطور است؟
شده یا نشده؟ کس گفته میتونه که قربانی رسول الله مبارک نشده باشه؟ او کرده، در حالی که امت بسیاری امت تا حال پیدام نشدن و بسیار مردم از امت فوتم شدن. پشت امتی که مسلمان بودن رسول الله مبارک قربانی میکنه، بالکل جایز است. حتی یک روایت میاد رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم به حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه توصیه میکنه، هر سال حضرت علی رضی الله عنه 2 قربانی میکرد. کس از شاگرده از فامیل پرسان کرد چرا؟ گفت یکش به خاطر خود و دیگش به ذالک اوصانی رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله مبارک به ما وصیت کرده بود که سال در سال پشت ما چی کو؟ قربانی بکو. حال شما بگوین یک کاری که ناروا باشه، ای رسول الله مبارک به یک صحابی، به داماد، به یکی از خلفای راشدین آیا به یک کار ناروا وصیت میکنه؟ الیاذ بالله هرگز نه. کار روا هست، کس توانش داشته باشه کوشش کنین با مردای خود بگیرین که حتی رسول الله مبارک هم فراموش نکنین. او فراموش ما نکرده، هر سال 2 قربانی میکنه، یکی به خاطر خود، یکی آن امتی که مسلمان هستن و توان قربانی ندارن، به حق کل ما و شما قربانی میکنه و ما و شما او را یاد کردیم؟ نه. حتی فتاوا فریدیه یکی از بزرگای ما است، او نوشته میکنه قربانی گرفتن بر رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم بسیار درجه بالا و بسیار ثواب بزرگ داره. کوشش کنیم کسی توان داشته باشه در این مسئله هیچ شک و شبه نکنه، با مردهای خودم بگیره، توانش باشه بر رسول الله مبارکم قربانی بگیره، این ثواب داره و برای همه ازیا میرسه و با اجر و ثواب به خودش هم میشه. اما گوشتش مثل قربانی خودش است، خودش هم خورده میتونه، به دیگر هم داده میتونه. یک مسئله هست که یک کس پیش از فوت کردن خود به بچه خود وصیت میکنه که به ما قربانی بکو. اکثر علما باز دوجه به این نظر هستن کس که وصیت کرده باشد و به وصیت از او یک بچه عمل میکنه، باز از این گوشت این نخوره، این را کلش خیرات بده. اما کسی وصیت نکرده از خاطر نفل و ثواب شوق داری، پشتش قربانی میکنی، گوشتش خودت هم خورده میتانی، به دیگر هم داده میتانی. درود شریف به شوق بفرستین. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد.